به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، نقل امروزی که به شمایان نقل کرده می شود درباره یک زنی که تمام هستی عمر خود را به فرزند یگانش بخشید و دیگر در آخر عمر از اون فرزندی که با چه عذاب به وی رساند راحت پیری را ندید. ناگفته نماند که ما نویسندگان این نقل مذکور امیدواریم که بعد شنیده این نقل آن جوانهایی که تا این دم در راه خطا بودند خطای خود را میفهمند و به راه راست قدم میگذارند. در یکی از دهه های خرد یک زن جوان با یک پسر خرد زندگی میکرد. با امر تقدیر روز شوهر او در اتومبیلی خود به صدمه دچار شد و در جای حادثه جان را به جان آفرین سپارید. بعد مرگ شوهر این زن جوان حیات خود را به فرزند یگانش میبخشد. برای فرزندش هم پدر و هم مادر شده از سحر تا بیگه کار میکند تا اینکه فرزند یگانش گرسنه نماند. وقتی که فرزند به سن مکتب خانه رسید، مادر برای پسرش لباس های زیبا را خریده با او را پوشاند و او را به سوی مکتب روان میکرد. و با مهر پاک خویش این زن به پسر خود گفت: فرزند یگانه شدیدم، در خاطر دار وقتی که در راه کسی را میبینی، ناوابسته از آن که اون شخص پیر است یا جوان، تو باید السلام علیکم و رحمت الله گویی، یعنی برانم سلام دهی. و وقتی که در نقلیات سوار میشوی، اول پای راست را بگذار و بسم الله الرحمن الرحیم گوی، یعنی به نام خدای بخشاینده و مهربان. و بعدا به نشستگان سلام ده که این آداب تو را نشان خواهد داد. و هیچگاه از خودت خردسال را آزار مده تا که روزی تو را نیز کسی آزار مدهد. حیات این مادر و فرزند با خوش و خرسندی می گذشت و روز پسر بعد ختم دانشگاه به مملکت خارجه نیتی رفتن داشت و پسر به نزد مادر آمد و گفت: مادر جان، به من دعای خیر بده، مرا صدانم میخواهم به مملکت خارجه برای عملیات کروسی روان کنم و من در آنجا از بالای کسب خود کار و فعالیت خواهم کرد. مادر گریان شد و گفت: جان مادر، من بی تو حیات خود را تصور کرده نمیتوانم. لیکن مادر برای بخت آینده فرزند بر همه چیز تیار بود. اما مادر نمیدانست که بعد رفتن پسرش به سر او چه بلاهای سخت و چه روزگاری سخت به میان می آید. این پسر در خارجه با یک دختری شناس می شود و هر دو در اون منزل
آینه دار می شود. در این وقت مادر پسر بیمار بود و پسر با اون همسر جوان خود به نزد مادر می آید و می بیند که مادرش بیمار است. پسر با زودی به نزد طبیب می برود و از حال مادر پرسان می شود. طبیب باشد می گوید برادر، مادر شما از غم و دقتی بیمار شده، دست و پایش کار نمی کند. پسر این حادثه را به همسرش نقل می کند و استغفر الله، این پسر نادان فریفته حسن زن و مال و دولت شده به خود می گوید مادرم عمر لازمش را دید و اکنون به این بیماری هیچ دوایی نیست. اما این پسر نادان نمی دانست که دوای درد مادر این مهر محبت فرزند است. پسر مادرش را به یک حجره خرد جایگیر کرد و روزی این مادر از این دنیا با چه علم و با چه درد به سوی حق روان شد. بعد مرگ مادر این پسر نادان در دوره زندگی و رضاگی او را نگرفته بود، اما بر ضمن این بعد مرگش نیز در حق او دعا کردن را فراموش کرد. دیری نگذشته این زنی که از مملکت خارجه با همراه خود گرفته بود او را همچون یک غلام کار می‌فرمود. وقتی که او مبلغ می‌آورد با زودی به دست خود می‌گرفت و همسر را دشنام می‌داد و بعد چند ماه این زن تمام مال و ملک این پسر را به نام خود گذراند و این مرد را در کوچه مثل سگ روان کرد و در آخر این پسر نادان به قدر مادر، به قدر اون سخنهای شیرین مادر رسید. یعنی مهر مادر را اکنون به یاد آورد. اما این دیر بود، زیرا بعد مرگ مادر هزار سنگ طلایی و هزار افسوس خوری بیفایده است. پس ای برادر و یا خواهر اهل اسلام، به حرمت خداوند قدر مادر را بدان و حرمت و احترامش کن تا آن دمی که او زنده است دعای خیر او را بگیر، زیرا رضای والدین این رضای حق تعالی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید احمد.